بازم سلام. به قول شاعر چون کشتی بی لنگر کژ میشد و مژ میشد. کی؟ معلومه دیگه، نظام بی لنگر و لنگ در هوای ولایت. یه روز همه اوباش حکومتی دم میگیرن که مذاکره. یه روز دیگه قات میزنن و دوباره هر کی ساز خودشو کوک میکنه. مثلا جواد زخیم میگه حل موضوع هسته‌ای سیاستمداری می‌طلبد، نه مخاطره جویی. برای مذاکره آمده ایم، نه پذیرفتن تصمیم‌های استبدادی. چنانچه اوباما وعده‌ای بدهد آن را پذیرفته و قول وی را محترم می‌شماریم. از اون طرف ورق پاره دلواپسا یهو لاهی میکشه و گروم میپیچه جلوی ظریفای نظام که بابا کدوم قول؟ فتوای مرجع تقلید شیعیان خارج کشور رو بچسب. قول شیطان بزرگ مردود است. مسائل هسته‌ای بهانه‌ای برای آمریکایی هاست تا به ایران فشار وارد کنند تا به خواسته های آنها تن دهد، وگرنه آنها به خوبی نسبت به یک فتوای شرعی که از سوی ولی فقیه صادر می شود واقف هستند و می دانند که چنین فتوایی چه جایگاهی دارد. رأس اول رادیجانی ها رو که دیگه نگو، کارش از کشمش شدن گذشته به قشمش کردن کشیده. امر مضحک این است که با این کارنامه سیاه آمریکا امروز در راه مبارزه با تروریسم غش کرده است. عجب قش پارتی شده تو نظام. آقا بالاخره مذاکرات چی شد؟ چشمانداز چی شد؟ شیطنت آمیزتر برخی اظهارات مسئولین آمریکا در مسئله هسته‌ای ایران است. اینکه در آستانه مذاکرات هسته‌ای با حرف‌های نسنجیده و کودکانه قصد انحراف در بحث هسته‌ای را دارند. مذاکرات هسته‌ای صرفاً بر پایه مقررات بین المللی که برای همه کشورها یکسان است مفهوم دارد، نه با گردنکشی و گران فروشی. حالا همه این بحثا تو چه شرایطی داره انجام میشه؟ تو دمدمای سفر نیویورک و تکسنگ و این حرفا. اما سفر ریاست جمهور فردا به نیویورک. آقا روحانی، پارسال مذاکره تلفنی شما با اوباما چه نتیجه جز تحریم‌های جدید داشت؟ امسال مواظب باشید که تکرار نشود. حاج حسین شریعت نداری هم دنبال اینه که گربه رو پیش پای هواپیما بکشه تا کار به جای باریک نکشه. مراوده با شیطان بزرگ نباید تکرار شود. تماس با اوباما در نیویورک برنامه ریزی شده باشد یا اتفاقی اقدامی نابجاست. خب حالا به نظر شما داستان این دلنگ و دلنگی که تو نظام را افتاده چیه؟ علت این سکندری خوردن ها چیه؟ هیچی دیگه. عظما و جونوراش دیدن دارن قافیه رو میبازن، میخشون داره از عراق و سوریه کشیده میشه، واسه همین به این فکر افتادن که خوب لااقل قاچ زین اتمی رو بچسبن. خبر ندارن که جاده لغزنده است و وضعیت قرمز، دور زدن همان و کار تمام همان. اوزی هر بر بچرخی تمومه. واسه چی تا وسط راه رفتی؟ حالا بخور. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.